اگر فقط چند سال پیش همچین سشواری به ما نشون میدادن میگفتن کار میکنه، شاید میخندیدیم و فکر میکردیم یه دونه افسانه است. دایسون بعد از موفقیت در تولید سشوار HD08 جدیدترین سشوار خودش رو با مدل HD16 مجهز به هوش مصنوعی معرفی کرد و تمامی محصولات دیگر رو زیر پا له کرد که میخوایم بررسی تخصصی اون رو به نمایش بذاریم. بعد از روشن کردن سشوار در سمت چپ سه حالت کنترل جریان هوا که شماره 3 بیشترین برای خشک کردن سریع و شماره 2 متوسط برای خشک کردن کنترل شده و شماره 1 کم برای حالت دهی است و اگه هر سه چشمک زن شد یعنی فیلتر دستگاه باید تمیز بشه. و حالا در سمت راست 4 حالت کنترل دما که شماره 3 دمای 100 درجه برای خشک کردن سریع، شماره 2 80 درجه برای خشک کردن عادی و شماره 1 60 درجه برای خشک کردن ملایم و مراقبت از مو و شماره 0 28 درجه برای گردش هوا تعیین شده. و حالا قسمت جالب ما دکمه بالاست که با زدن اون هوش مصنوعی فعال میشه که با رنگ‌های مختلف از قرمز حرارت بالا، نارنجی حرارت متوسط و زرد حرارت کم و آبی بدون گرما که نسبت به فاصله با سر برای جلوگیری از آسیب به مو و پوست شما فعال شده. با زدن دکمه زرد برای فعال کردن سرمای سریع که مخصوص فیکس کردن حالت مو طراحی شده. در قسمت سری‌های سشوار سری کوتاه مخصوص موهای آقایان و کودکان با پخش باد ملایم، سری دوم برای متمرکز کردن روی قسمتی از مو، سری سوم برای صاف کردن مو، سری چهارم برای موهای فر و موجدار که با پخش یک نواخت به فرم‌دهی کمک میکنه، سری پنجم برای مخفی کردن موهای وز و پراکنده و فرم‌دهی حرفه‌ای. و بخش مهم ماجرا اینجاست که سشوار نسبت به سری‌هایی که روش گذاشته میشه هوشمنده و به خاطر میسپره که شما چه درجه و چه حرارتی رو دوست دارید و البته وقتی روی زمین میذاریدش ناراحت میشه و حرارت رو کم میکنه. و در آخر قسمت انتهای سشوار که با چرخوندن اون فیلتر آماده تمیز کردن میشه. حالا این پست رو بفرست برای کسی که سلامت موهاش براش مهمه.